این پنجه مریم میگن. این میبینه پنجه مریم. اینش برای مردها که ضروریاتی مردها کوی مردی را زیاد میکنه. به عمر پیغمبر خدا، یعنی یک چیز رمزی ساخته شده است که پیغمبر خدا 63 سال عمر بودن. این چیز همین یک نشانه همیشه مناراش 63 متر کم. اینا مسجد چی میگن؟ مسجدی نمیرا. در زمان پیغمبر خدا چی مسیون کم میکنم؟ یک صحابه پیغمبر در دوره همون پیغمبر خدا را یا که همون فلکشون یا که واسطی خطاشون در همون ساختن از درون همون کفای خیمه‌شون صحبت میکردن با همون عددی که عددشون 124,000 صحابه رضوان الله علیهم. خب در این وقتی که حج کردن همین حج پیغمبر خدا را حج آخرون شما در عموم در اصل حج محترم پیغمبر نازنین محمد بن عبدالله علیه السلام در عمر مبارکشون یک بار حج فرضی کردگیان 4 مراتب حج عمره. یک بار حج فرضی 4 مراتب عمره. اون حج فرضی آخران سالشون در سن 60 سالگی حج کردن و در همین ایستاده موعظه کردن. در این موعظه کردن همون حج و همون موعظه را حجت الوداع پیغمبر میگن. حج وداعی پیغمبر، خطبه یا موعظه وداعی پیغمبر. وداع چی است؟ خیر خوش. باید کسی وداع میکنه خیر خوش میکنه آخران صحبت، چون که در همین جا آخران صحبتش در مورد در اون سال شده مسلمان که امروز این سال پیغمبر خدا حج فرضی میکنن گفتن کسی که دارنده بود آمدن در اینجا با پیغمبر خدا ایستادن و خاطر که حج فرضی را انجام بدن و اون چهره مبارکه را ببینن و منزلت صحابگی را اثبات کنن. خوشا به حال شد. و در اونجا پیغمبر خدا خلاصه احکام شریعت اسلام گفتن. حق زن شوهری، حق برادری، حق کشتباری، حق مال، حق زکات و دیگر اینها را بیان کردن. در آخر سخنشان یک گپ گفتن که همون ما چه ذکر کرد که لعلی لا القاكم بعد عامی و شاید بعد این سال کسی شما جوان نکنید. پیغمبر ما و صحابه گفتن چی؟ شاید